آقای مهدی تبریزی شما بفرما ببینم چرا نباید تو ظرف مسی آب بخوریم؟ از اون جایی که مسی ظرف دهنی دوست نداره ناراحت میشه. بابا دلمون گرفت، این استاد چرا نمیاد پس؟ چشای من اینجا چه کلاسیه؟ تو دوست داری چه کلاسی باشه؟ والا به من که باشه کلاس رقص. ماشاءالله عزیزم تمپو. حالا جدا از شوخی من که دوست دارم درس نخونیم، فقط خودتو نگاه کنم جیگر. موزه 2 تا کوچه جلوتره، میتونی بری اونجا نگاه کنی. خب حالا خوبه خودت هم میدونی عتیقه ای بابا. داداش ترمینال 2 تا خیابون بالاتره ها. داداشو چه خوب اومدی. خودم اینا رو میدونم، اومدم دنبال تو ببرمت. کجا ببری؟ همونجا که ازش اومدی. از کجا اومدم؟ از پشت کوه. این که داداش خودمونه. تو هم با اون سیبیلات داداش مایی. این که دختر سیبیل داشته باشه که عیب نیست، عیبونه که پسر ابرو برداره.